سایکس پیکو و خیانت به اعراب. در قسمت‌های قبل دیدیم چطور امپراتوری عثمانی در مسیر سقوط قرار گرفت. از ورودش به جنگ جهانی اول تا شورش اقوام و ملت‌هایی که قرن‌ها زیر پرچم عثمانی زندگی کرده بودند. اما در حالی که سربازان عثمانی در جبهه‌های مختلف درگیر جنگ بودند، پشت میزهای مذاکره در اروپا نقشه‌هایی کشیده می‌شد که سرنوشت خاورمیانه را برای 100 سال آینده تعیین کرد. همه چیز از جایی شروع شد که دو قدرت بزرگ آن زمان، یعنی بریتانیا و فرانسه، از همون سالهای ابتدایی جنگ مطمئن بودند که عثمانی سقوط می‌کند. اما مشکل این بود اگر این امپراتوری فرو بپاشد، سهم هر کدام از آنها از این سرزمین‌های پهناور چه خواهد بود؟ در سال 1916 توافقی مخفیانه میان نمایندگان این دو کشور شکل گرفت. مردانی که پشت میز نشستند شاید حتی یک بار هم در بیابان‌های عربستان یا کوچه‌های دمشق قدم نزده بودند، اما حالا می‌خواستند مرزهایی را روی نقشه بکشند که میلیون‌ها انسان پشت آن زندگی می‌کردند. این توافق بعدها با نام امضا کنندگانش سایکس پیکو شناخته شد. حالا سایکس و پیکو چه کسانی بودند؟ سر مارک سایکس از بریتانیا یک اشرافزاده محافظه‌کار، نظامی و مشاور کابینه جنگ در امور خاورمیانه بود. سایکس پیش از جنگ چند بار به عثمانی سفر کرده و با فضای منطقه آشنا شده بود و همین کافی بود تا لندن او را نماینده خود کند. اما سایکس خاورمیانه را از پشت میز و نقشه میدید. برای او اعراب، ترک‌ها، کردها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند و فقط سرزمین‌هایی بودند که باید میان قدرت‌ها تقسیم می‌شدند. در سوی دیگر میز اما ژورژ فرانسوا پیکو نشسته بود. دیپلمات کارکشته فرانسوی، عضو کمیته آسیای فرانسه و فردی که سالها در بیروت و دمشق خدمت کرده بود. او از خانواده معروفی می آمد. او فرزند مورخ معروف ژورژ پیکو و عموی بزرگ والری ژیسکار دستن، رئیس جمهور بعدهای فرانسه بود. او برخلاف سایکس از درون منطقه می آمد. با جوامع عرب کاملا آشنا بود. اما همین شناخت باعث می شد حس کند فرانسه بیش از همه حق دخالت در این سرزمین ها را دارد. پیکو باور داشت که سوریه و لبنان در اصل میراث تاریخی فرانسه اند. میراثی که باید دوباره به فرانسه بازگردانده شود. در توافق محرمانه سایکس پیکو، سرزمین‌های عثمانی مثل کیکی بزرگ میان قدرت‌ها تقسیم شد. از زرقا که همان عراق امروز بود تابع حاکمیت انگلیس شد و منطقه الحمرا که همان سوریه امروز بود نصیب فرانسه شد. در نهایت منطقه السمرا یا همان فلسطین امروز قرار شد تابع حاکمیتی بین المللی باشد تا دست هیچ کدام از طرفین مستقیما به آن نرسد. و همین موضوع مقدمه و زمینه ساز حضور اسرائیل در منطقه شد و فلسطین به یهودیان رسید. روسیه هم به عنوان متحد این دو وعده رسیدن به بخش‌های از آناتولی را گرفت. اما این توافق یک مشکل بزرگ داشت. در همان زمان بریتانیا به اعراب وعده داده بود که اگر علیه عثمانی قیام کنند پس از پایان جنگ صاحب یک پادشاهی عربی بزرگ خواهند شد. پادشاهی که از حجاز تا سوریه امتداد می‌یافت. اما حالا در پشت پرده همان سرزمین‌ها میان اروپا تقسیم شده بود. در سال 1917 وقتی انقلاب بولشویکی در روسیه پیروز شد، کمونیست‌ها که دولت جدید شوروی را تشکیل داده بودند، بایگانی وزارت خارجه تزاری را افشا کردند. در میان آن اسناد نسخه کامل توافق سایکس پیکو هم پیدا شد. روزنامه‌های جهان پر شد از تیترهایی درباره خیانت بزرگ. اعراب که در حال مبارزه علیه عثمانی بودند، ناگهان فهمیدند که وعده استقلال و آنها پوچ بود و همان کسانی که این وعده را داده بودند در حال تقسیم خانه‌شان هستند. انتشار این سند پایه بی‌اعتمادی عمیقی بین اعراب و جهان غرب را گذاشت که تا امروز هم ادامه دارد. از دل همین نقشه با دست کشیده شده خاورمیانه‌ای متولد شد که مرزهایش با خطکش کشیده شده بود. اما هنوز باید دید در زمین چه کسانی قرار بود برای این خطوط و این نقشه بجنگند و این جنگ تازه آغاز شده بود. در حالی که مردان اروپایی با قلم مرز کشیدند، در بیابان‌های حجاز مردانی دیگر شمشیر به دست گرفته بودند تا خانه خود را بیابند. و اکنون صحنه آماده بود.
جایی که عهدنامه ها و نقشه ها به جنگ واقعی بدل می شدن و سرنوشت خاورمیانه در دستان کسانی شکل می گرفت که با خون و امید مرزهای تازه را می ساختند.